سفر به زاهدان کهنه. در اعماق بیابان‌های سیستان، جایی که شن‌های داغ رازهای 1000 ساله را در دل خود پنهان کرده‌اند، شهری متروکه با دیوارهای شکسته و کوچه‌های خاموش قرار دارد. زاهدان کهنه، شهری که روزگاری مرکز تمدن بود، اما حالا تنها ویرانه‌هایی از آن باقی مانده است. چرا این شهر ناگهان متروک شد؟ چه رازی در دل این خرابه‌ها نهفته است؟ مسجدی که در نیمه شب ناپدید شد. یکی از اسرار عجیب زاهدان کهنه مسجدی است که به طور ناگهانی ناپدید شد. مردم محلی روایت می‌کنند که این مسجد در گذشته هر شب صدای اذانی عجیب داشت که هیچ کس نمی‌دانست چه کسی آن را می‌گوید. اما در پایان یکی از شب‌های خاص، هنگامی که مردم بیدار شدند، مسجد دیگر وجود نداشت و جای آن فقط یک زمین خشک و بی‌آب و علف باقی ماند. برخی معتقدند که این مسجد به دنیای دیگری منتقل شده است و در شب‌های خاص هنوز هم صدای اذان از دوردست‌ها شنیده می‌شود. سایه‌هایی در قلعه زاهدان کهنه. اما داستان‌های زاهدان کهنه به اینجا ختم نمی‌شود. در قلب این ویرانه‌ها قلعه‌ای باستانی قرار دارد که گفته می‌شود شب‌ها در میان دیوارهای شکسته‌اش سایه‌هایی حرکت می‌کنند. برخی از مسافران و کاوشگران ادعا کردند که هنگام نزدیک شدن به این قلعه احساس سنگینی عجیبی بر دوش خود داشتند. و حتی برخی شب‌ها صدای نجواهای نامفهوم از میان آجرهای کهن به گوش رسیده است. گفته می‌شود که ارواح و اجنه در این قلعه حاکمیت می‌کنند و قوانین خود را دارند. گورستان نفرین شده زاهدان کهنه. در نزدیکی این شهر گم شده گورستانی قدیمی وجود دارد که مردم محلی از ورود به آن پرهیز می‌کنند. روایت است که هر کسی که در نیمه شب وارد این قبرستان شود یا دیوانه می‌شود یا دیگر هرگز باز نمی‌گردد. برخی شب‌ها نورهای مرموزی از دل این گورها به آسمان می‌روند و برخی ادعا می‌کنند که صداهای ناشناخته از اعماق زمین شنیده‌اند.